اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى اللهم صل على محمد اللهم صل على العالمين. اساتید محترم پژوهشگران ارجمند، میهمانان عزیز و همراهان علمی که از طریق مجازی نشست را دنبال میکنند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. با کمال احترام آغاز اولین نشست علمی با موضوع الگوپذیری از سیره فاطمی را اعلام میکنم. فاطمه زهرا نمونه کامل انسان مؤمن، اسوه عفاف، علم، عبادت، جهاد، تربیت و خدمت به جامعه است. بحث از سیره فاطمی بحث از راهی است که انسان را به نور، به اخلاق پاک و به معرفت الهی می‌رساند. هدف این نشست بررسی ابعاد گوناگون سیره حضرت زهرا، استخراج الگوهای کاربردی برای زندگی امروز و تبادل تجربه‌های پژوهشی در این حوزه نورانی است. امیدواریم این محفل علمی قدمی در جهت ترویج معرفت فاطمی و الهام بخش پژوهش‌های عمیق‌تر باشد. اکنون با تشکر از حضور اساتید و پژوهشگران از جناب استاد آیت الله حسینی دعوت می‌کنم با ارائه سخنان خود درباره محورهای الگوپذیری از سیره فاطمی این نشست را آغاز فرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. بسیار خوشحال هستم که اولین نشست علمی ما در نمایندگی هندوستان به نام حضرت زهرا سلام الله علیها رقم خورده است. ما این نشست رو به فال نیک میگیریم که سرآغازی باشد برای نشست‌های علمی دیگر و در ابعاد مختلف و موضوعات گوناگون. همونطوری که دبیر محترم نشست علمی اعلام فرمودن، موضوع به عنوان این نشست الگوپذیری از سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها است. برای خاطر اینکه این نشست یک نشست جامعی بوده باشه، لازم است که من مباحث خود را در محورهای مختلف در محضر شما عزیزان و همچنین دوستانی که از طریق فضای مجازی بحث را دنبال میکنن عرض کنم. محور اول در رابطه با تعریف الگوست. وقتی ما میگیم الگوپذیری از سیره حضرت زهرا،
سلام الله علیها اصلا الگو یعنی که ما بخواهیم از دیگران الگو بگیریم. الگو در لغت به معنای اسوه، پیشوا، مقتدا، مثال و مدل. بله؟ فلان شخص الگو هست برای دیگران، یعنی پیشوا برای دیگران، مقتدا برای دیگران، مدل برای دیگران. این معنای لغوی الگوست. و در اصطلاح الگو یعنی کسی که پیشوا و مقتدا برای دیگران باشد. این معنای الگوست. اما الگو پذیری از خود عنوانش مشخصه، یعنی پذیرفتن یک شخص یا یک مکتب و سرمش قرار دادن آن فرد برای خود می باشد در زمینه‌ها و ابعاد مختلف. بله؟ اگر الگو به عنوان مقتداست، الگو پذیری یعنی شخصی را من به عنوان مقتدای خودم قرار بدهم، الگو قرار دادن دیگری برای خود در ابعاد مختلف. این معنای الگو پذیری باشد. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، همه عزیزان دقت بفرمایید، جایگاه الگو و الگو پذیری در قرآن و روایات ماست. خیلی مهمه. زیر همون محور اول برام عرض میکنم. قرآن کریم اگر انسانها را دعوت به توحید میکنه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اگر مردم و جامعه را دعوت به عدالت میکنه، اعدلوا و اقرب للتقوی، اگر مردم را دعوت به صداقت میکنه، کونوا مع الصادقین، اگر مردم را دعوت به اخلاص میکنه، مخلصین له دین داره، اگر مردم را دعوت به صبر میکنن، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، و در یک کلمه اگر مردم را دعوت به ارزش‌ها و خوبی‌ها می‌کند، قبل از همه اینها افرادی که دارای این صفات و ارزش‌ها هستند به جامعه انسانی معرفی می‌کند. این جایگاه الگوجهیه. یعنی پیش از آن که مکتب اسلام جامعه را دعوت کند به عقاید درست، به اخلاق درست، به رفتار درست، یک سری افراد را به عنوان نمونه و الگو معرفی میکنه. یعنی اینها این راه را رفتن، شما هم در این راه قدم بگذارید. این اهمیت الگوگیری در نظام مقدس اسلام می باشد. به تعبیر دیگر عزیزان، الگو پذیری فرع بر الگودهیه. بله؟ چون الگو پذیری یعنی اقتباس عقاید و اخلاق و رفتار از الگوی خودم. پس قرآن پیش از این که افراد رو به الگو پذیری دعوت بکنه، اول الگوها رو معرفی میکنه. میگه اینا آدمای موفق بودن
شما هم بیایید از اینها تقلید بکنید. منتهای مراتب همینجا یه نکته عرض بکنم. الگو پذیری از نگاه اسلام دو تا ویژگی داره. یک، این الگو و تقلید باید آگاهانه باشه. بله؟ آگاهانه باشه، همراه با منطق باشه. چرا؟ چون قرآن الگوهای کورکورانه را قبول نداره. آیات متعددی داریم وقتی انبیای عده را دعوت به حق میکنن، اونا میگن ما همون مسیحی داریم که آباء ما بودن. قرآن از این تقلید کورکورانه مذمت میکنه، میگه اگر آبا شما عاقل نبودن و کار غیر عقلایی انجام میدادن، شما میخواد همان راه را برید. پس در الگو پذیری شرط اولش تقلید آگاهانه است. شرط دوم الگو پذیری اینه که انسان تصمیم جدی داشته باشد که همه اون الگوها را در مسیر سعادت خودش به کار ببنده. بله؟ به کار ببنده. و الا صرف آگاهی کافی نیست، باید در صدد اجرایی کردن ویژگی های الگو هم در خودش باشه. شاهد بر این مسئله این آیه شریف است. خیلی این آیه زیباست. در یک آیه هم الگو را معرفی می کند، هم الگو پذیری را معرفی می کنه و هم هدف از الگو پذیری را مشخص می کنه. سوره احزاب آیه 21، اون آیه معروف، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. درست شد؟ الگوی شایسته میخواد پیغمبر. برید از او تقلید بکنید، اون الگو بگیرید. اما آیا پیغمبر صلوات الله و سلام علیه برای همه الگوست؟ بله؟ نه. قرآن میفرماد پیغمبر الگوست برای کی؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. کسی که میخواد در میدان توحید موحد خالص باشه. بله؟ لمن کان یرجو الله، کسی که در دنیا میخواد امید به خدا داشته باشه و تکیه‌اش فقط خدا باشد، پیغمبر اسوه حسنه است. دیگر اگر کسی میخواد معاد باور باشه و آخرت زیبا داشته باشه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. به تعبیر دیگر کسی که میخواهد مبدأ و معاد درستی داشته باشه، باورمندی به خداش درست باشه، آخرت زیبایی داشته باشه، اگه دنبال مدل و الگو میگردد، الگوی مناسب حضرت خاتم میباشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. خدمت شما از کنم محور دوم که به نظرم همه عزیزان باید دقت داشته باشن، در باب الگو ما وقتی بحث میکنیم، یه وقتی هم ما برای برخی دوستان گفتیم اسلام در باب الگو در 3 محور بحث داره. 1 الگودهی، 2 الگو پذیری، 3 الگو زدایی. بله؟ الگو پذیری
الگو زدایی. همه این ستایی که عرض کردیم دو جور میشن، یا حسنه هستن یا سیئه. این هم نکته بسیار قابل توجه هست. اگر میگیم الگو، قرآن میگه هر کس رو شما به عنوان الگو انتخاب نکنید. همین آیه که خوندم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، اسوه رو مقید به حسنه میکنه. میتونه که اسوه میتواند سیئه هم باشه که الان ریشه قرآنیشو عرض میکنم. درست شد؟ پس الگوده میتواند حسنه باشد، هم میتواند سیئه باشد. الگوی مثبت، الگوی منفی. الگو پذیری هم دو جور میشه. اگر انسان از الگوی حسنه پیروی کند، این الگو پذیریش هم مثبته. اما اگر از الگوی سیئه پیروی کند، این الگو پذیریش هم میشه منفی. اما الگو زدایی، الگو زدایی یعنی چی؟ یعنی برخورد با، بله، برخورد با الگوها. ما تو اسلام داریم که ما دو جور الگو زدایی داریم: الگو زدایی منطقی و مثبت، الگو زدایی منفی و مذموم. ببین انبیا علیهم السلام در رابطه با سنت ها و الگوهای غلط مبارزه میکردند که این الگوها را از مسیر بشریت بردارن. نمونهش از کردیم مبارزه حضرت ابراهیم سلام الله علیه در قرآنه که اومده با الگوهایی که مردم را از انسانیت دور میکرد، از توحید دور میکرد، حضرت ابراهیم با این الگوها برای مبارزه میکرد. این میشه الگو زدایی مثبت. اما از آن طرف کسانی که در مقابل انبیا قرار میگرفتن و میخواستن منطق انبیا در جامعه سریان و جریان پیدا نکند، این الگو زدایی میشه الگو زدایی منفی. پس ما الگو رو در سه محور میتونیم بحث کنیم: الگو دهی، الگو پذیری و الگو زدایی. هر کدام از اینها هم یا مثبت هستند و یا منفی، اما قرآن ما را دعوت میکند به الگوهای مثبت. بله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. نکته دیگر این است که اسلام در هر سه محور برای پیروان خودش حرف داره. بله، در هر سه محور. در درجه اول خیلی عزیزان دقت کنند، نگاه اسلام اینی که سعی بکن تو خودت الگو برای دیگران باش. یعنی پیش از آن که الگو پذیر باشی، الگو ده باش. پیش از آن که متعلم باشی، معلم برای دیگران باش. یعنی اینقدر تلاش بکن خود را به جایی برسان که بتونی الگو برای دیگران باشید. این آیه را عنایت کنید: وجعلنا للمتقین اماما. عنایت می‌فرمایید؟ آیا ما خواست ما این باد داشته الگو برای دیگران باشیم؟ بله. اینقدر در مسیر خوبی ها تلاش بکن و از خدا بخواه نه تنها در صف متقین باشی، بلکه امام و الگو برای متقین باشی. وجعلنا للمتقین اماما. درست شد؟ در درجه بعدی سعی بکن اگر جاهی کمبود داری الگو پذیر باش. بله، الگو پذیر باش.
تا اون خلاهای خودت رو پر بکنی. پس در درجه اول الگوده باشیم. مرحله بعد الگو پذیر باشیم. در مرحله سوم الگوزدا هم باشیم. یعنی اگر کسی در جاهی مسائلی دید که اینها مانع رشد و سعادت مردم میشه، انسان باید اینو چیکار کنه؟ منتفع کنه. خب این دو تا محور رو تا اینجا بحث کردیم: تعریف الگو، مراتب الگو، الگودهی، الگوپذیری و الگو زدایی. من فراموش کردم که آقای باید خدمتتون ترجمه هم بفرمایید. من حس میزه همه آقایون اینجا فارسی رو متوجه میشون. شما تا اینجا رو اگر محفوظ مونده خلاصه شو بفرمایید. شما می اشاره نکردین اصلا. استاد محترم، इस निशस्त के आगाज में उन्होंने जो सीरे फातिमी के हवाले से यहाँ पे निशस्त हो रही है, कुछ महवर जो है बयान किए हैं, उसका खुलासा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। पहले मरहले में इन्होंने उल्गू के बारे में बहस की। उल्गू किससे कहते हैं, उसकी जो है वो उल्गू पजीरी किससे कहते हैं और उल्गू दही किससे कहते हैं, कि हम कैसे एक जो है वो आइडियल बन सकते हैं किसी के लिए, या अगर हम आइडियल नहीं बने तो किसी को हम कैसे अपना आइडियल बना सकते हैं। दो ही चीजें हैं, या हम खुद से आइडियल बने किसी के लिए, या हम किसी की पैरवी करें और उसका अपना आइडियल बनाए। तो हम यहाँ पे दो तीन तरह की बातें हैं। एक ये कि उसकी डेफिनेशन उन्होंने बयान की कि उनको किससे कहते हैं, नमूने किससे कहते हैं। उसके बाद इन्होंने फरमाया कि इससे हमें जो है वो उनको लेना चाहिए और इसको हमें अपना नमूना बनाना चाहिए, या हम लोग कैसे खुद से जो है वो नमूना बने। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो अनावीन जो दिए हैं वही उल्गू, उल्गू पजीरी, उल्गू दही और उल्गू जुदाई के हवाले से इन्होंने बहस की है। दूसरे मरहले में जो है वो इसी तरह उल्गू के बारे में जो है वो, अब ये उल्गू जो है वो कहाँ कहाँ हमें जो है वो किस किस मरहले पे इनसे जो है वो काम है, या कहाँ कहाँ हम इस उल्गू को हासिल कर सकते हैं। ये उल्गू के मसाइल और नमूने के मसाइल अकायद में हो सकते हैं, फिक्र अंदेशे में हो सकते हैं, अखलाक में हो सकते हैं, और जो हमारी अमल है उसमें ये उल्गू हम इन चीजों को हम नमूने के तौर से हम ले सकते हैं। اما محور سوم این است که ما در چه حوزه ها و در چه جایی نیاز به الگو داریم. अब तीसरा जो है महवर और मरहला जो है जिसको ये तफसीलन अभी हमारे सामने रखेंगे कि ये उल्गू किन चीजों में और कहां कहां किस मरहले में हमें जो है उनसे उनको अपना नमूना बनाना चाहिए। तीन हौजे और तीन जगह ऐसी है जहां जहां पे हमें किसी को अपना जो है वो आइडल मानना चाहिए। وقتی به سراغ سیره فاطمی سلام الله علیها میریم و در مکتب نورانی اسلام میبینیم ما در سه حوزه نیاز به الگو داریم. یک، در حوزه عقاید. عزیزان، تا عقیده درست نشه رفتار و اخلاقم درست نمیشه. پس اولین حوزه ای که ما نیاز به الگو داریم، الگو در حوزه عقایده، چون ما عقاید انحرافی فراوان داریم. اما کدام عقیده درسته؟ کدام عقیده ما را به سعادت میرساند؟ لذا اولین حرف همه انبیا توحید بوده. پیغمبرم اولین شعارش این بود: قولوا لا اله الا الله تفلحون. عقیده به معاد، آیا انسان بمیره نابود میشه؟ نه، اینجا بحث معاد مطرح میشه بعد از توحید.
بحث نبوت و بعد از نبوت مسئله امامت رو مطرح میکنه. آیا انسان به تنهایی میتواند مسیر رو بره یا نیاز به راهنما دارد؟ این الگوهای حسنه میگن شما در مسیر سعادت نیاز به الگو دارید. इन्होंने सिरे फातिमी के हवाले से जो है वो 3 मराहिल में जो है वो इस उल्गू को और इस नमूने को बयान किया। सबसे पहले जो है हमें जो उल्गू लेना चाहिए, नमूना बनाना चाहिए, किसी को आइडल बनाना चाहिए, एतकादात, हमारे अकायद कैसे होने चाहिए। इन अकायद में हमें किसी की पैरवी करनी चाहिए जो जिसको हम आइडल बनाते हैं, अपने लिए नमूना बनाते हैं। अकायद में सबसे पहले कौन सी चीज आती है? तौहीद। हमारी तौहीद पहले सही होनी चाहिए, उसके बाद माद है, उसके बाद नबूवत है। आया इन चीजों को हम अपने ही बल पे इन चीजों को सुधार सकते हैं? नहीं, हमें किसी नमूने की जरूरत है, किसी आइडल की जरूरत, किसी शख्सियत की हमें इस हवाले से पैरवी करनी है। तो इसीलिए जो है जरूरी है कि हमें किसी को इन चीजों में अपना आइडल बनाना चाहिए। محور دوم در حوزه اخلاقه. در حوزه اخلاق ما با داشتن الگوی کامل میتوانیم اخلاق خودمون رو درست بکنیم. اما اگر الگوی مناسب نداشته باشیم در وادی اخلاق به اشتباه میفتیم. و حوزه سوم حوزه رفتاره. بله، در حوزه رفتاره. اصلا رفتار یک مسلمان با دیگران با چگونه باشه؟ بله، این را هم ما میتوانیم با توجه به الگوی حسنه و اسوه حسنه هم در حوزه اخلاق خودمون رو درست بکنیم و هم در حوزه رفتار. दूसरा और तीसरा मरहला जो है इस हवाले से कि हमें किसी को अपना आइडल बनाना है, दूसरे मरहले में हमें अखलाक के एतबार से किसी को अपना आइडल बनाना है कि वो अखलाकी चीजें जो है उनमें जो है अखलाक हसना है वो हमें लेनी है। तीसरे मरहले पे हमें अमल कैसी होनी चाहिए, हमारा किरदार और रफ्तार लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, ये हम कहाँ से हम ले सकते हैं? उसी आइडल और उसी उसवा से ले सकते हैं जिसका नाम है उसवे हसना। محور چهارم، اینا بانوانی اگر از فضای مجازی مستمع ما هستند دقت کنند. و آن این است که آیا ملاک الگو بودن جنسیت است یا جنسیت در الگو بودن ملاک نیست؟ محور چهارم और चौथा मरहला जो है यहाँ पे वो ये है। अब ये उल्गू जो है वो इससे क्या मर्द भी उल्गू बन सकते हैं या लेडीज भी उल्गू बन सकते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसको ये चौथे मरहले के हवाले से बयान करना चाहते हैं कि उल्गू खाली मर्द हो सकता है या औरत भी किसी के लिए उल्गू बन सकती है, नमूना बन सकती है। در منطق قرآن در الگو بودن جنسیت مطرح نیست. در منطق قرآن الگو بودن به ارزش هاست. یعنی هر کس ارزش ها را در حوزه اعتقادات، اخلاق و رفتار داشته باشه او میتواند الگوی دیگران باشد اگرچه زن باشد. इस जो चौथे मरहले की बात उन्होंने कही है कि इस्लाम में ये मेयार नहीं है कि उल्गू हमारे लिए जो है वो मर्द हो, बल्कि औरत भी बन सकती है। जिनसियत का कोई यहाँ पर नहीं है, बस उनमें ऐसी सलाहियत हो कि वो किसी के लिए उल्गू बन जाए। उनमें ऐसी सलाहियत होनी चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, बस सलाहियत मेयार है, उसमें ऐसी सलाहियत होनी चाहिए। این دو آیه‌ای که میخوانم منطق قرآن است در باب الگو بودن، که منطق قرآن در الگو بودن آن است که شخص دارای فضائل باشد، ارزشگاه باشد، جنسیت مطرح نیست. این دو آیه‌ای که میخوانم تقسیم الگوها هست به الگوی سیئه و الگوی حسنه. سوره تحریم آیه 10 و 11.
در آیه 10 خدای متعال دو زن را به عنوان الگوی نامناسب برای بشریت معرفی می کند. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خدای متعال مثل زده برای کسانی که از وادی سعادت دور شده اند، برای اینا الگو معرفی کرده. الگو برای بدان عالم اینا هستن کی؟ همسر نوح و همسر لوط پیغمبر. این آیه به صراحت میگوید گاهی اوقات یک جنس زن میتواند الگو بشه برای بدان عالم، یعنی هم مردان میتونن از اینها الگوی بد بگیرن، هم زنان میتوانند از اینها الگوی نامناسب بگیرن. اما در آیه 11 میگه اگر بخواد الگوی خوب را به شما معرفی میکنم، دو زن را به شما معرفی میکنم. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنة عمران. اما مثل و الگو برای مؤمنین این دو تا زنن، یکی آسیه همسر فرعون، دیگری مریم مادر عیسی. जहाँ पे इन्होंने ये फरमाया कि उल्गू और नमूना बनना जो है वो उसमें जन मर्द और औरत मर्द का कोई लिहाज नहीं रखा जाता है, फजाइल का लिहाज रखा जाता है। अब उल्गू बुरे भी हो सकते हैं, उल्गू अच्छे भी हो सकते हैं। इन्होंने बुरे लोगों के लिए दो उल्गू कुरान की आयत से यहाँ पे बयान किए हैं। तो वो नमूने और वो दो उल्गू क्या है बुरे लोगों के लिए, वो कौन कौन सी है? वो नूह की बीवी है और लूत की बीवी। ये बहुत बुरी औरतें थी और बुरे लोगों के लिए जो है वो ये दो नमूने कुरान के हवाले से इन्होंने यहाँ पे जिक्र किए। और अच्छे लोगों के लिए, बाईमान लोगों के लिए भी कुरान ने नमूने बयान किए हैं। उसके लिए जो उन्होंने वो जो फिरऔन की बीवी जिसका नाम था आसिया, वो नमूने के अच्छे नमूने के तौर पर इन्होंने बयान किया। और हजरत मरियम जो हजरत ईसा की माँ थी उसको भी अच्छे नमूने के तौर से यहाँ पे बयान किया। الان فرصت نیست که من وارد این بحث تفصیلی بشم که چرا همسر نوح پیغمبر الگوی بدان شده، لوط پیغمبر همسرش الگوی بدان شده. فقط یک کلمه برخی آیات میگه این دوتا زن به پیغمبر خدا حضرت نوح و لوط خیانت کردن. و فرصت نیست بگم چرا آسیه که در دل طاغوت روش کرده میشه اسوه برای مؤمنین و چرا حضرت مریم اسوه میشود برای مؤمنین. ولی قرآن همینقدر به ما میفهماند که دو تا زن میتوانند اونقدر صعود بکنن الگو برای بدان عالم بشن و دو زن میتوانند چنان رشد بکنن الگو برای مؤمنین باشن. यहाँ पे अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं इस दो नमूने जो अलग अलग तरह के नमूने मैंने बयान किए इन पे मैं तफसील से गुफ्तगू कर सकूं कि क्यों ऐसा हुआ। एक पैगंबर की जो है वो दो पैगंबरों की बीवियां इस तरह हो गई है, बुरे लोगों के लिए वो नमूना और आइडल बन गए। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ उनकी खियानत जो है वो बायस बन गई, जो अपने शौहरों के लिए उन्होंने की है वो बुरी औरतें बन गई और वो बुरे लोगों के लिए नमूना। इसी तरह कैसे जो है वो बुरे शौहर जो है, बुरे मर्द जो है, उनकी बीवियां जो है वो हमारे लिए उल्गू आइडल बन गए।
इसके लिए भी हमें फुर्सत नहीं है कि यहाँ पे दो औरतें जो है वो आसिया और मरियम अच्छे लोगों के लिए नमूना बन गए. اما محور پنجم مراتب الگوی حسنه است. این شاید یه بحث جدید باشه. آرام آرام میخوایم وارد زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. در قرآن و روایات الگوی حسنه را دارای مراتب ذکر میکنن. یک، الگوی عام. دو، الگوی خاص. سه، الگوی خاص الخاص یا بفرمایید الگوی اخص. यहाँ पे इन्होंने जो पांचवें मरहले में जो गुफ्तगू करना चाहते हैं उसमें इन्होंने अल-ज़ाहिर कहा, ये शायद नई बहस होगी, वो मरातिब उल्गू यानी वो मरहले जो है वो उल्गू जी के मरहले यानी किसी को कैसे जो है वो कैसा नमूना हो सकता है हमारे लिए कोई, तो इसके लिए उन्होंने कहा कोई ऐसा नमूना खास होता है, कोई अखस होता है, कोई नमूना जो है वो आम होता है. ببینید این مثال بزنم. شما در علوم پزشکی میگید دکتر عمومی، بعد میگی دکتر متخصص، بعد میگی فوق تخصص. ببین اونی که فوق تخصص است همه معلومات اون متخصص رو هم داره، همه معلومات اون دکتر عمومی رو هم داره. حالا قرآن میفرماد یه عده افراد الگو هستن برای عموم مردم، اما یه عده بالاتر میان. اینا علاوه بر اینکه برای عموم مردم الگو هستن، برای خواص هم میتوانن برنامه‌های دیگر داشته باشن. اما قرآن میگه یه عده خیلی خیلی بالاترن. بله، اونا میتوانن الگو برای خواص بشن. پس الگوی عام که همین آیه رو خوندم، ضرب الله، در سوره تحریم که خوندیم، ضرب الله مثلا للذین آمنو. حضرت آسیه، حضرت مریم، اینا الگویی که هستن عامن. اما یه عده الگوی خاصن. قرآن مثال میزنه مثل ادریس، مثل یوسف، اینا الگو برای خاصن. اما یک عده الگوهای خاصن، یعنی اگر کسی خواسته باشد به عالی ترین درجات تکامل برسه، خدای متعال برای اونها هم الگو قرار داد. خیلی بس قشنگه. میگه در سطح عموم الگو میخوای، اینا. در سطح تخصص الگو میخوای، اینها. فوق تخصص الگو میخوای، اینها. इस बहस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो है वो मेडिकल साइंस की और मेडिकल की एक मिसाल यहाँ पे बयान की है. आप देखते हैं डॉक्टर बहुत तरह के होते हैं, 3 तरह के वो होते हैं. एक जिसने एमबीबीएस किया है, एक आम वो डॉक्टर होता है जो आम लोग उससे मुराजे करते जाते हैं उनके पास, अपना जो है वो इलाज कराते हैं. कुछ लोग जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए जो खास अमराज हमारे होते हैं उसके माहिर होते हैं. कुछ लोग सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, फौक तखस्सुस, जो बहुत ही निहायत ही अहम उनकी जो है वो जिम्मेदारियां और अहम मसूलियत होती है उस डॉक्टर की, वो खास. इसी तरह इन्होंने यहाँ पे मिसाल दी, हमारा जो उल्गू हमारे लिए बनने के लायक होते हैं उनमें भी 3 तरीके के उल्गू और नमूने और आइडल है. कुछ लोग जो है आम लोगों के लिए आइडल है, जिस तरह जो है उन्होंने मरियम और हज़रत आसिया का जिक्र किया यहाँ पर, आम लोगों के लिए जो है वो आइडल और नमूना थे.
दूसरे मरहले में इन्होंने इदरीस और हजरत यूसुफ का भी जिक्र किया, वो खास लोगों के लिए जो है वो नमूना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खासुल खास, बहुत ही नहायत ही खास लोगों के लिए जो है वो आइडल बनते हैं, उनके बारे में ये तफसील से गुफ्तगू। سوال این است که حضرت زهرا سلام الله علیها در کدام رتبه از این سه مرتبه قرار دارد؟ عرض ما این است که حضرت زهرا الگوی اخص است، الگوی خاص است، یعنی هم افرادی که میخوان راه عمومی تکامل را طی کنن بیبی برای اونها الگو هست، برای خواص هم الگو هست، برای اونهایی که به نقطه اوج میخوان برسن باز حضرت زهرا الگو میباشد. यहाँ पे अब जो मेन बहस है वो ये है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किन लोगों के लिए जो है वो उल्गू और आइडल है। हमने कहा डॉक्टरों में हमने तकसीम करी, एक डॉक्टर उलूबी होता है, एमबीबीएस, एक मुतखस्सिस स्पेशलिस्ट होता है, एक सुपर स्पेशलिस्ट होता है। तो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किन किन लोगों के लिए जो है वो नमूना और उल्गू बन सकती है। इन्होंने फरमाया कि वो आम लोगों के लिए भी उल्गू और आइडल बन सकती है, खास लोगों के लिए भी उल्गू और आइडल बन सकती है, और जो खास लोग हैं उनके लिए भी जो है वो आइडल और नमूना बन सकता है। خب لابد از من شاهد و دلیل میخواهید که چطور حضرت زهرا علیها السلام الگوی اخصه، الگوی خاصه. عزیزان، حضرت مهدی ارواحنا له الفدا خاتم الاوصیا است، یعنی کسی که میخواد آرزوی همه انبیا و اولیا و اوصیا رو برآورده کند. اما این بزرگوار طبق اون حدیث معروف که فرمود ان لی فی ابنة رسول الله اسوة حسنة، ان تردید نکنید، اسوه حسنه برای من مهدی خاتم الاوصیا دختر رسول خدا حضرت زهرا سلام الله، وقتی انسان کاملی مثل حضرت مهدی ارواحنا له الفدا میگه اسوه من حضرت زهراست، پس معلومی که حضرت زهرا در الگودهی در اون نقطه اوج قرار دارد که در الگو پذیری شخصیتی مثل حضرت مهدی ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف میگوید الگوی من مادرم فاطمه هست. ज़ाहिर आप लोग पूछेंगे क्यों फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक आइडल है खासुल खवास के लिए, खास लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक इन्होंने मुकद्दमा बयान किया, वो हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, उनका मकसद क्या है, जब वो आएंगे उनको करना क्या है इस दुनिया में। वो आएंगे जितने भी अंबिया के अदियान थे, जाहिर सी बात है उनकी शरीयतें वगैरह की, उनको कंप्लीट करने के लिए वो खातमुल औसिया है, वो उनकी उसको वो जो उनकी मसूलियत थी उसको कंप्लीट करना चाहेंगे इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। जहाँ है कि खासुल खास इंसान है जो अंबिया के मिशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यही इमाम यहाँ पर हजरत ज़हरा के हवाले से फरमाते हैं हमारे मौला कि पैगंबर की बेटी जो है मेरे लिए उसमें एक उसवे हसना है, यानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे लिए भी उसवे हसना है। देखिए कौन ये बात हम तक पहुंचा रहे और फरमा रहे हैं, खातमुल औसिया इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, वो जब ये बात करेंगे कि फातिमा ज़हरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है वो मेरे लिए नमूना है, तो ये इससे सबसे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खासुल खास लोगों के लिए आइडल और नमूना।
اما محور پایانی اینی که ما چگونه میتوانیم الگوپذیری از سیره عملی فاطمه سلام الله علیها داشته باشیم. من در یک جمله خلاصه میکنم. حضرت زهرا وظیفه شناس و عامل به وظیفه بود. یعنی اینی که انسان وظیفه خود را بشناسد و در درجه بعد به وظیفه عمل کند. اما حضرت زهرا وظایف خودش را در 3 حوزه میدانست که ما هم باید الگو بگیریم. 1. وظیفه انسان نسبت به خدا. وظیفه انسان نسبت به خدا. 2. وظیفه انسان نسبت به ولی خدا. 3. وظیفه انسان نسبت به بندگان خدا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو لاسٹ محور اور مرحلہ میں یہاں پہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ الگو پذیری. ہم کیسے سیرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ہم لوگ الگو لے سکتے ہیں. تو حضرت زہرا کے بارے میں سلام اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کہا وہ وظیفہ شناس تھی اور اپنے اس وظیفے پہ عمل بھی کرتی تھی. تو 3 حوزے اور 3 جگہیں جہاں پہ انہوں نے وہ ان کے اس وظیفے کو مشخص کرنا چاہا. پہلا وظیفہ ان کا، ان کی ڈیوٹی اور ان کی مسئولیت خدا کے سامنے ان کا جو ہے وہ ان کی کیسی رفتار کیا تھا، ان کا جو ہے وہ ان کی زندگی خدا کے حوالے سے کیسی تھی. دوسرے مرحلے میں بلی خدا کے سامنے وہ کیسے جو ہے وہ الگو بنی اور کیسی جو ہے وہ عمل فرماتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بندگان خدا کے لیے وہ حضرت زہرا کیسے نمونه بن سکتی. خب اگر از محضر زهرا سلام الله علیها سوال بکنیم بانو وظیفه ما در برابر خدا چیست؟ پاسخ میداد وظیفه ما در برابر خدا بندگی خالصانه است. بندگی خالصانه. ما باید بنده خالص خدا باشیم. اب اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے سوال کریں گے ہمارا وظیفہ کیا ہے خدا کے حوالے سے، ہمارا وظیفہ کیا، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمائے گی کہ آپ کو حقیقتاً خدا کا بندہ بننا چاہیے اور خالصتاً اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے. و اگر از محضرش سوال بکنیم نسبت به ولی خدا چه وظیفه‌ای داریم، می‌فرماید نسبت به ولی خدا اطاعت باید داشته باشیم. چرا؟ چون خدا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حضرت زهرا در سیره عملی خودش به همه فهمان انسان نسبت به ولی خدا میتواند مطیع باشد اگر همه پشت کرده باشن به ولی خدا، اما تو پشت به ولی خدا نکن، مطیع باش. زهرا به همه فرمود در مسئله اطاعت از ولی انسان میتواند زن باشد، تنها باشد، اما یک ملت باشد برای ولی خودش. پس نسبت به ولی خدا سیره عملی زهرا اینی که نسبت به ولی خدا مطیع محض باشیم. اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ہم یہ سوال کریں کہ ولی خدا کے نسبت سے ہمارا کیسا عمل ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو وہ فرمائے گی ہمیں اس ولی خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہاں پہ انہوں نے ثابت کیا اگر عورت ہو، اکیلی ہو، لیکن وہ ایسا کام کر سکتی ہے ولی خدا کی حمایت کر سکتی ہے. پس اگر امروز ما مطیع ولی خدا یعنی حضرت حجت سلام الله علیه بودیم در سیره عملی اقتدای به حضرت زهرا کردیم. یہاں پہ پس نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم مطیع خدا بن جائے، خدا کی اطاعت کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
حضرت زهرا سلام الله علیها کی سیرت पे عمل. اما نسبت به خلق خدا از حضرت زهرا سوال کنیم که چه وظیفه ای داریم، پاسخ میدهد نسبت به خلق خدا وظیفه ما خدمت بی‌منت است. अब अगर जो है वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सवाल करे आम लोगों से हमारा जो है वो राबिता कैसे होना चाहिए, तो वो फरमाएगी हतमन कि हमारी जो है वो लोगों की हमें खिदमत करनी चाहिए, बेलौस खिदमत करनी चाहिए, खालिसाना खिदमत करनी चाहिए लोगों. حضرت زهرا در سیره عملی خودش به همه فهماند که فرزند و دختر نسبت به پدر میتواند دختر خوب باشد تا جایی که پدر حاضر باشد جانش را فدای دختر بکند و بارها فرمود فداها ابوها. نسبت به همسر میتواند همسر الگویی باشد که امیر المؤمنین سلام الله علیه قسم میخورد در طول 9 سال زندگی مشترک یک بار منو به خشم نیاورده است. او به ما آموخت که یک زن نسبت به فرزندان میتواند مادر خوبی باشد. پس زهرا الگویی بوده است از این که فرزند خوب برای پدر و مادر باشد، همسر خوب برای شوهر باشد و مادر خوب برای فرزندان باشد. و در خارج از حوزه خانواده زهرا الگوی خوبی به عنوان خدمتگزار بی‌منت برای دیگران باشد که سوره هل اتی اینجور به این خدمت بی‌منت حضرت زهرا عرض می نهد که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. यहाँ पर फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की उनकी उस सीरत अमली से जो है वो हम ये समझते हैं कि एक लड़की जो है वो बेहतरीन लड़की बन सकती है अपने बाप के लिए, जिस तरह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, जिसके बारे में बाप ने उनके बारे में कहा अदाहा अबूहा, अपना बाप जो है वो अपनी बेटी पे फिदा हो जाए. ये तो बहुत बड़ा जुमला है, ऐसे ही किसी के बारे में नहीं कह सकते हैं. बस उन्होंने हमें सीरे अमली से समझाया कि हम बेहतरीन लड़की बन सकते हैं. अगर लड़कियों के बारे में है बेहतरीन लड़की बन सकते हैं, अगर लड़कों के बारे में तो बेहतरीन लड़का अपने माँ बाप के लिए बन सकते हैं. और उन्होंने ये भी साबित किया है कि एज अ लेडी वो अपने शौहर और हस्बैंड के लिए बेहतरीन ज़ौजा बन सकती है. जैसा कि अमीर अल-मुमिनीन अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि 9 साल जो मेरी जिंदगी थी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ जो गुजरी, कभी भी हज़रत ज़हरा ने मुझे नाराज नहीं करा. और अगर हमें जो है वो माँ की हैसियत से हज़रत ज़हरा को देखना चाहिए तो जाहिर सी बात है हसनैन को जो है उन्होंने परवरिश किया और इमाम हुसैन और इमाम हसन जैसे फर्जंदान को जो है वो हमारी सोसाइटी को जो है वो सौंपती है. इसी तरह जो है वो अब अगर घर से बाहर हम उनके उस रवैये और रविश और तरीके को देखें तो उनकी जो वो बेलौस खदमत जो है लोगों के लिए, उसके लिए जो है वो सूरह इंसान में जो वो आयत है जो ज़हरा सलाम के बारे में वो युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमन व असीरा, बेलौस तरीके से खुदा के लिए वो जब उन्होंने रोजे रखे थे यतीम मिस्कीन और असीर को उन्होंने अपना खाना खिलाया. خلاصه سخن این است که ما هم در حوزه بندگی خدا، هم در ولایت پذیری و هم در خدمت خلق می توانیم از سیره حضرت زهرا الگو بگیریم. اما هر یک از این 3 محور می تواند ان شاء الله
نشست‌های علمی دیگر را داشته باشد. حضرت زهرا در حوزه بندگی خدا چگونه میتواند الگو باشد؟ در حوزه اطاعت از ولی خدا چگونه میتواند الگو باشد؟ در حوزه خدمت به خلق خدا چگونه الگویی میتواند باشد؟ انشاءالله فرصت دیگری را میطلبد. حالا اگر توفیق بشه برای ما، اگر نشه بزرگان دیگر میتوانند در این سه حوزه سخن داشته باشند. با سپاس از سخنان گوهربار و علمی حضرت استاد. قبل از اینکه ما اختتام این جلسه را اینجا اعلام کنیم، حضرت استاد در 5 محور اینجا سخنان خودشون رو ارائه دادن. در محور اول ایشان تعریف الگو و الگوپذیری و جایگاه الگوپذیری و الگودهی در اسلام را به این مباحث پرداختند. در مرحله دوم حضرت استاد ابعاد گوناگون الگو، الگودهی، الگوپذیری و الگوزدایی را مطرح نمودند. در مرحله سوم ایشون حوزه های الگوپذیری را ایشون مطرح فرمودند، مثلا در حوزه فکر و اندیشه و عقاید، در حوزه اخلاق و رفتار. این مرحله سوم در این مرحله مطرح فرمودند. در مرحله چهارم ایشون این که فرمودند حالا در این آیا جنسیت در الگو مطرح هست یا نیست، ایشون فرمودند که نه، در الگودهی جنسیت مطرح نیست، زن هم میتوند بهترین الگو باشد. در مرحله پنجم ایشون فرمودند مراتب الگو را مطرح فرمودند که یه آدم میتونه هم برای عوام الگو باشد، هم میتونه برای خواص و خاص الگو باشه، هم میتونه برای خاص الخاص الگو باشد. البته اینجا در تحقیق‌های بعدی که اینجا باید مثلا حالا به این نشست‌های اختصاص داده بشه، بندگی خدا، حالا در خصوص این چگونه باید ما بندگی خدا بکنیم، اطاعت از ولی خدا چجوری باید باشه، یا به خلق خدا چطوری ما خدمت خالصانه انجام بدهیم. ما مجدداً از اساتید و پژوهشگران محترم با سپاس از تلاش‌های علمی و حضور گرم شما به بخش پایانی این نشست نورانی میرسیم. امروز در پرتو یاد حضرت فاطمه زهرا مباحث ارزشمندی مطرح شد که امید داریم خداوند متعال آن را ذخیره برای دنیا و آخرت ما قرار دهد. این جلسه نشون داد که سیره فاطمه سلام الله علیها گنجینه پایان ناپذیر برای تربیت انسان جامعه ساز است. از همه عزیزان که خصوصا استاد محترم که با ارائه علمی خود و بیان ارائه علمی خود به بنای این نشست افزودن صمیمانه قدردانی می‌کنیم. همچنین از برگزار کنندگان محترم و همه حضار که با حضورشون این محفل را پر برکت کردن تشکر می‌نماییم. اکنون با آرزوی توفیقات الهی جلسه ادامه داره. من یه تذکری میخوام بدم. خب من در پایان عرائض ضمن تقدیر و تشکر از حضار محترم و عزیزانی که از فضای مجازی جلسه را دریافت کردن صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. در پایان ما میخوام یک تقدیر و تشکر ویژه داشته باشیم از سرور مکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر زیشان که مدتی مسئولیت معاونت پژوهش رو بر عهده داشتن
و خدمات شایانی انجام دادن. از خدمات ایشون صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. यहाँ पे अब आखिर में एक मतलब यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो नुमाइंदगी की मामलत पजोइश जनाब डॉक्टर आइज़ ज़ीशान, इनके खदमात जो है, इन्होंने जो यहाँ पे खदमत की, उसके लिए हम आज यहाँ पे इनका तशक्कुर करना चाहते हैं. و از جناب آقای دکتر فیاض هم صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم که قبول مسئولیت معاونت پژوهش رو فرمودن. از این به بعد معاونت پژوهش رو جناب آقای دکتر فیاض انشاءالله امیدواریم که جناب آقای زیشان همچنان در معاونت پژوهش هستند. این دو بزرگوار بتوانند از تجربیات آقای زیشان استفاده بکنن و برنامه‌های خودشون رو بهتر از گذشته انشاءالله در بخش پژوهش پیش ببرن. दूसरे मरहले में इन्होंने मेरा नाम लिया है, बहरहाल हमारा भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया कि हमने ये मसूलियत कबूल करी. इंशाअल्लाह जो है वो इस मसूलियत में आइज़ ज़ीशान से इंशाअल्लाह उनके तजुर्बेयात से इस्तेफादा करके ये मामलत पजोइश को आगे बढ़ाएं. الان از جناب آقای بیات درخواست میکنم که ابتدا حکم تقدیرنامه جناب آقای دکتر زیشان رو قرائت کنند، بعد هم حکم جناب آقای دکتر فیاض را به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر کس نعمت دهنده از مخلوقان را شکر نگزارد، شکر خداوند را به جای نیاورده است. تقدیرنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین زیشان، سلام علیکم. با اکرام و آرزوی سلامتی، اینک که در سایه الطاف حضرت ولی عصر عجل الله و رحمت پروردگار الهی دوره انجام وظیفه جناب عالی در پست معاون پژوهش نمایندگی هندوستان به پایان رسیده است. این جانب به حسب وظیفه از زحمات و تلاش‌های مخلصانه جناب عالی نهایت تقدیر و تشکر را دارند و انتظار می‌رود همچنان با اراده و اهتمام بیشتری در امور پژوهشی همکاری داشته باشید. دوام توفیقات جناب عالی را از خداوند سبحان مسئلت دارند. سید کمال حسینی، رئیس جامعه المصطفی نمایندگی هندوستان. صلوات بفرستید. آقا آرزوی موفقیت داریم برای شما. سلیم. حکم مسئولیت جناب فیاض. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امام علی علیه السلام می‌فرمایند نزدیک شدن بنده به خدای سبحان به سبب خالص گردانیدن نیت اوست. حکم مسئولیت جناب مصطفی آقای سید فیاض حسین رضوی، سلام علیکم. به موجب این حکم جناب عالی را که به حمدالله از مراتب فضل، تجارب و شایستگی و توان مدیریتی برخوردار میباشید را به سمت معاون پژوهش نمایندگی المصطفی در هندوستان منصوب می‌نمایم. توجه به اسناد بالادستی و مرجعیت علمی المصطفی، محوریت آموزه‌های قرآن و سنت، اهتمام به گفتمان اندیشه انقلاب اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری، بسترسازی برای تولید علم پژوهش محور، ارتقاء سطح علمی و پژوهشی مدارس هندوستان به ویژه برنامه‌ریزی برای تقویت بعد پژوهشی طلاب، تولید و نشر مجلات علمی فاخر، تعامل مطلوب و سازنده با بخش‌های مرتبط در سازمان مرکزی و دیگر بخش‌های نمایندگی، ارتباط با نهادهای علمی دانشگاهی و حوزوی به جهت برگزاری فعالیت‌های پژوهشی مشترک، بروزرسانی سامانه‌های پژوهشی معرفی شده است، معاونت محترم پژوهش ستاد مرکزی، تولید محتوای پژوهشی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اردو و استفاده از ظرفیت طلاب فارغ التحصیل در امور پژوهشی از موارد مورد تاکید است. امیدوارم در پرتو عنایات ذات اقدس حقوقی و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله و با مجاهدت، اخلاص، تلاش پیوسته و صرف وقت و توجه به رسالت‌ها و رسالت‌های حوزوی قرین توفیقات الهی قرار گیرید. جا دارد صمیمانه از زحمات و تلاش‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای زیشان نیز نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم و دوام توفیقات جناب عالی و ایشان را از خداوند سبحان مسئلت نمایم. سید کمال حسینی، رئیس جامعه المصطفی نمایندگی هندوستان.
موفق باشید.